Hello YouTube. Wow. خب این شان گربه منه، 2 ساله دارم ازش مراقبت میکنم و اولین گربه‌ایه که داشتم و ایشون تبدیل به پدر شده و میبینید چقدر خوشحاله و چقدر نزدیک بچه‌هاش نمیشه، نه لبخند میزنه نه کار خاصی میکنه. اوج علاقش اینه که بره بوشون کنه ببینه چی ان اینا. و ما الان یه بچه گربه میبریم پیشش ببینیم واکنشش چیه، ولی شان واکنشش اینجوریه که بذارید غذامو بخورم بابا و به غذا خوردن ادامه میده. دوباره یکم بوم میکنه و اینجوریه که وا من اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتم. بعدش هم که فرار میکنه. اینم لیا گربه مادره و اینجا هم که میبینید باردار بوده. اون برعکس شان خیلی مراقب بچهاشه، همیشه اونا تمیز نگه میداره، مراقبشونه، پیششونه و وقتی اونا بخوابن لیا میره میخوابه و کاملا حواسش به بچه هاش هست. و ما لیا رو برای شان گرفته بودیم که تنها نباشه. یعنی میبینید چه مادر نمونه‌ایه. اینجا که این گربه در حال معرض خطره، لیا پیششه و مواظب بشه که اصلا نیفته و یعنی کلا 6 تون حواسش بهش جمعه. خلاصه که همین. امروز اول گرباست که ما اصلا تهران نبودیم، اینجا ما زنجان بودیم به خاطر جنگ و این داستانا و میبینید که اینجا هنوز چشاشون هم باز نشده. گربا وقتی به دنیا میان فکر کنم تا چند روز نمیتونن هم بشنون و هم ببینن و فقط حالا چیز مادر رو حس میکنم میرن سمتش. من نمیتونم بگم واضح، خجالت میکشم یکم. آخه چشش آبیه. همونطور که میبینی اینا کم کم داره چششون باز میشه و چششون آبی اقیانوسی خیلی نازه و همین که داره چششون باز میشه بزرگتر و نازتر و گوگولیتر و اینا هم میشن واقعا. بعد حالا رفته رفته تلاش میکنن رو دستشون وایسن، رو پاشون وایسن، مثلا همینجا چشاش داره بازتر میشه، صداشون بلندتر میشه و اینجوری. اینجا بچه‌های من دارن تلاش میکنن راه برن، مسابقه راه رفتن گذاشتن، تمرین راه رفتن در واقع و این قشنگ به باباش رفته. شیطونه واقعا خوب داره تلاش میکنه. برو قهرمان همینجوری ادامه بده. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. صدام گرفت، یکم مریض شدم، یعنی شده بودم. خب خلاصه که دوست داشتین حمایت کنین. اگه دوست دارید بازم ویدیو راجع به گربه هام بذارم، چرا میگم گربه هام، دخترام بذارم، حتما بهم بگین. و اینکه
همین. میبینمتون زود. شان اونجا خواستم بیارم خدافزی کنم ولی نیومد خدافزی کنه. ای بابا. خدافز. خدافز. اوکی.